استان خوزستان یکی از استانهای مهم و راهبردی ایران در جنوب غرب کشور است. مرکز آن شهر اهواز است و شهرهای بزرگ دیگری مانند آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، شوش، بهبهان، ایزه و ماهشهر نیز در آن قرار دارند. خوزستان با دارا بودن رودخانه‌های بزرگی مثل کارون، کرخه و دز و سدهای مهمی چون سد دز و سد کرخه نقشی حیاتی در تأمین آب و برق کشور ایفا می‌کند. از لحاظ فرهنگی استان خوزستان تنوع قومیتی بالایی دارد. عرب‌ها، لرها، بختیاری‌ها، فارس‌ها و دیگر اقوام در کنار هم زندگی می‌کنند و فرهنگ غنی و متنوعی را شکل دادند. این استان با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز قطب انرژی کشور محسوب می‌شود. شهرهایی مانند ماهشهر، بندر امام خمینی و آبادان از مراکز مهم صنعتی و پالایشگاهی کشورند. در عین حال خوزستان با چالش‌هایی مانند گرد و غبار، گرمای شدید، مشکلات زیرساختی و کمبود رسیدگی نیز روبروست. ما در پیج استان خوزستان قصد داریم خوزستان را آنطور که هست معرفی کنیم، با همه زیبایی‌ها، ظرفیت‌ها، مشکلات و امیدهایش.